سلام دوستان، ایمان برات وکیلی هستم با 40مین اپیزود از پادکست 365 درجه با شما. اینجا آلمان ساعت 9:45 شب و اونجا ایران ساعت 11:15 شب. چقدر خوبه، یه ساعت و نیم شد اختلافمون. چقدر خوشحالم و چقدر هپی هم از این اتفاق که اختلافمون انقدر کم شده و چقدر جالب. کاش که واقعا من میتونستم این لایوا رو اصلا تصویری کنم، یعنی بذارم بغل دستم و شما ببینید که میایم تو دل کار و موضوع رو در میارم و من احساس میکنم اون چند نفر اولی که همیشه تو لایوهای من جوین میشن اونا یه تاثیر ناخودآگاهی دارن روی این موضوع لایوه، یعنی مثلا هر کی زودتر میاد، چند نفری که زود میان این تاثیر رو دارن. در جریان باشید که ما دوشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها برنامه‌مون این هستش که به غالبا ساعت 11 شب ایران این سه شب رو مطمئن سر ساعت لایو رو شروع بکنیم. اما تو روزهای دیگه به روال سابق دیگه همون ساعتی که من احساس کنم ساعت خوبی است برای لایو رفتن این کار رو انجام میدیم و اپیزودها رو هم که میتونید از کست باکس بشنوید تا این اپیزود 40 و به زودی هم توی پلتفرم‌های دیگه هم میذارم که حتما میگم تو روندمون. یه موضوع خیلی باحال به ذهنم رسید که راجبش صحبت بکنیم و اونم اینه که چطوری میشه بدون توقع داشتن بخشنده بود یا مهربان بود و یا ارائه داد. ببین شما یه فرایندی وجود داره، مثل دوتا باتری باید در نظر بگیریم. یعنی مثلا این قلب ما، اصلا روح ما، خب یه باتری، حالا مثبت و منفیش نکنیم، باتری A مثلا، خب و قلب نفر دیگه یا روح نفر دیگه یه باتری مثل بی، اسمشو میذاریم بی. شما وقتی که از آ یه سری امواج رو میفرستید سمت بی، حالا این امواج میتونه کمک باشه، این امواج میتونه مهربانی باشه، این امواج میتونه آموزش باشه، این امواج میتونه عشق باشه، احساس باشه، عاطفه باشه. درسته؟ خب وقتی میره یه داستانی وجود داره و اونم اینه که این موضوع خیلی مهمه ها. من خیلی باور دارم به این تاپیکی که امشب میخوایم راجبش صحبت بکنیم و هم توی کار به درد میخوره این موضوعی که دارم صحبت میکنم، یعنی هم تو کار کردن به درد میخوره، کار با همکار، کار با بالادستی، کار با پایین دستی. و حالا من نظریه پرداز نیستم در این بحثای عاطفی و ارتباطی و اینجور داستانا، ولی بالاخره شاید جالب بود براتون نگرشی که تو این بازی دارم. من اعتقاد دارم که آدم بهتر متناسب با روحیه خودش و خواست خودش و اون چیزی که خودش قبول داره و میپسنده به آدمهای دیگه ارائه بده. چی رو؟ این کمک کردنه رو، این مهربونی کردنه رو، این آموزش دادنه رو، این عشق و این عاطفه رو متناسب با خودش. خب ما این تو مثالمون گفتیم چی؟ گفتیم این باتری شماره، باتری به نام A میاد و یه سری از اینا رو انتقال میده به اون نفری که اونور قضیه وجود داره. مثلا من واقعا حالم بد میشه وقتی میشنوم که این همه از سیاست-های رابطه میشنوم و الان تو اینستاگرام و اینا که اصلا بیداد داره میکنه. حالا آدمای دوزاری خدا رو شکر رفتن سر این داستان و آدمای متخصص از این جنبه بیان نمیکنن. این که مثلا شما با یه دست پس بزنی، با یه پا پیش بکشی، نمیدونم میگه رفتی اونجا روتو بکن اونور که طرف نگات بکنه، راستش رو بخواید شاید باورتون نشه. من برعکس تصوری که سالها از خودم وجود داشته و وجود داره، شاید من اتفاقا جز آدمایی هم که خیلی اعتقاد دارم که آدم بسیار 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 باید رک رو راست تو چشم اون طرفی که در واقع ازش خوشش میاد آدم نگاه کنه و حرفش رو بزنه. دفعه اول یکی آدم خوشش میاد باید بهش بگه آقا من خیلی خوشم اومده ازت. دفعه صدم هم خوشش اومد باید بگه چرا. حالا حرف من چیه؟ این میخوام، چون همه میدونم که درگیر همه اهل داریوش گوش کردن و مازیار فلاحی گوش کردن و اینا هستین که نیستین ایشالله، چون این دو نفری که من خودم اصلا گوش نمیدم. طرفدارای داریوش عذرخواهی میکنم، من هر دفعه میگم شاکی میشن، ولی من
اصلا هیچ وقت با این خواننده‌های اون نسل راستشو بخواین اصلا ارتباط نتونستم خیلی بگیرم، بجز هایده و همیرا. اونم همیرا بعضی از آهنگاش، ولی هایده بجز هایده هیچکی تو اون دوره من آهنگاشو گوش نمیدم راستشو بخواین. اینم یه دونه چیز دیگه که دارم از خودم میگم. اما برگردیم به موضوع اصلی. آقا توی ارتباطمون با یه آدم دیگه ما کلی این بحث‌های سیاسی رو مطرح می‌کنیم و منم میبینم که این نسل هر چقدر عوض میشه بیشتر درگیر این داستانا میشه. چرا؟ چون 4 تا پیج اینستاگرام، 4 تا پست رو رفته راجع به مطالب روانشناسی و ارتباطی و فلان و اینا خونده نسل جدید و میبینی که تعطیل همه چی رو داره به همون شهر و بست میده. اما ما حالا نسل جدید اشکال نداریم، ما اشکال نداره ها. داریم راجع به آدمایی صحبت میکنیم که کلا منابع کسب اطلاعاتشون رو و دریافت پیامشون رو میذارن رو منابع زرد و منابعی که غلطه. اوکی، من نمیگم غلطه، علم میگه غلطه. اونی که رفته دنبالش و عمیق شده داره یه چیز دیگه ای میگه، پس غلطه. یعنی نتیجه گیری میکنیم احساسی راجع به موضوعی نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به افرادی نمیخوایم صحبت بکنیم. خب حالا من گفتم این باتری A میاد یه سری چیز میده به این باتری B و من اعتقادم اینه که اگر آدم میخواد خودش رشد بکنه باید توی مسیر گیوینگ باشه، توی مسیر دادن باشه، توی مسیر دادن مهربونی، انتقال عشق، انتقال محبت، انتقال آموزش، کمک، یعنی کلا ارائه دادنه. بچه‌هایی که منو بیشتر میشناسن یادشونه دورانی که راجع به تولید محتوا صحبت میکردیم، که حالا قطعا صحبت میکنیم راجع به تولید محتوا، برندینگ، لینکدین، اینا حتما توی این پادکست صحبت میکنیم دیگه. شکر خدا 365 اپیزود داریم و 365 درجه از ایمان و از زندگی که ممکنه یه درجاتی از ایمان با درجات شما هم همخونی داشته باشه دیگه، درسته؟ پس اونم برای یه عده احتمالاً جالب باشه و کاربردی. خب حالا من دارم میگم که توی بحث تولید محتوا یادتون باشه من یه چیزی رو همیشه اعتقاد داشتم بهش و میگفتم آقا جون، تولید محتوا زمانی جذابه که شما بی‌منت و بی‌توقع ارائه بدی. همیشه من گفتم، با مثال عینی بهتون میگم دیگه، همین الان همین پادکست، همین اپیزودی که داخلش هستی مثال عینیش. من الان شروع کردم دارم یه سری تجربیات رو به اشتراک میذارم، بعضیاش به دردت میخوره، بعضیاش هم به دردت نمیخوره، بالاخره 4 تاش به دردت میخوره دیگه. اون تجربیات که به دردت میخوره در ازاش از شما چی خواستم؟ هیچ. یعنی در ازای این داستانی که من دارم تجربه‌امو به اشتراک میذارم چیزی به اشتراک نذاشتم، یعنی چیزی توقع ندارم. توقعم حتی چی بوده اگرم توقعی داشتم؟ اینکه شما هم بیای گیور باشی، شما هم بیای ارائه بدی. اگه یه اپیزودی موضوع چالشیه، تو هم بیای اون دغدغه‌ای که داشتی رو ارائه بدی به آدمای دیگه، کمک بکنی به یه طریقی، نه در قالب دانای کل، در قالب کسی که داره تجربهش رو به اشتراک میذاره. ما یه چیزی داریم، یه اپیزودی داریم به اسم چطور خودمون رو معرفی کنیم. من دوست دارم اونجا ببینم که همه وارد اون گروه گفتمانمون شدین، توی دیسکاشنش که بزنید توی تلگرام اگر ببینید، میتونید برید و ببینید که اونجا بحث رو شروع بکنید، وارد گروهمون جایی برای گفتگو بشید، همونجا صحبت بکنید، همونجا تو هم خودتو معرفی بکنی، برای اینکه شروع بکنی خودتو بروز دادن. شروع باز این برای خودتونه، این تمرینی هم اگه میگم باز برای من نوعی نیست. چرا؟ چون نه اینکه من باشم، چون من دیدم آدمایی که خیلی کار درستن و آدمایی که به جاهای بالا رسیدن خدا براشون خواسته که به جای بالا برسن، جای درست حسابی ها، نه اینکه آدمی که یه ماشین خوب سوار میشه، نه، آدمی که واقعا عزت و احترام داره پیش 4 تا آدم حسابی دیگه. اون نظر من آدم موفقه، آدمی که 4 تا آدم حسابی دیگه میگن آقا این کارش درسته، تموم شد، تو بردی، گلو زدی دیگه، دیگه چی لازم داری تو زندگی اتفاق بیفته؟ خب این حالا داستان تولید محتوایی بود که آقا شروع کنی ارائه بدی از تجربیاتت، از روزهات، از درس هایی که یاد گرفتی، درس هایی که میتونی بدی و هزار تا چیز دیگه. اینجاست که شما موتورت همینجوری برای خودش هم شروع میکنه تولید کردن. یعنی در عین حال که شما داری ارائه میدی به یه آدم دیگه، داری برای خودت هم تولید میکنی. خب اما
آقا جون ایمان برات وکیلی که اینجا نشسته داره با شما صحبت میکنه هم در واقع اینو که داره میگه در نهایت نمیخواد که ما بمونیم و حوزمون، چه توی بحثای عاطفی، چه توی بحثای کاری، چه تو هر بحث دیگه. این داستان ارائه دادن من اعتقاد دارم از اول، از بیس، از شروع باید بدون توقع و به صورت فورانی باشه. فورانی نه تو ماچا، در حدی که داری. آقا یکی 100 تا خوشت اومده اوکی 80 تا بگو بهش. خب برای چی سیاست آدم به خرج بده؟ برای اینکه ممکنه طرف ظرفیتش رو نداشته باشه، ممکنه جنبش رو نداشته باشه. خب بذار بره. میدونی یعنی باید بذاریم وقتی یه نفری ظرفیت این رو نداره که محبت رو دریافت بکنه، خب اون باید بی ظرفیتیش رو تو 2 هفته نشون بده. چرا باید آدم 6 ماه وقت بذاره، 4 ماه وقت بذاره، 1 سال وقت بذاره و بعد برگردی بگی نه فلانی ظرفیتش رو نداشت؟ خب ظرفیتش رو نداشت، چرا هفته دوم نفهمیدی؟ چرا؟ چون هفته دوم 100 تا 80 تا خوشت اومده بود از طرف، 20 تاشو گفتی، اونم رو 20 تا جواب خوبی بهت داده. 40 تا که دادی جواب خوبی داده، از 60 تا بعد یهو دیدی طرف گیج شده. اوه تو 60 تا من خوشت میاد، من خیلی پدیده خاصیم. این پادکست های ما خیلی خودمونی و دور همیه، در این حال من باید حواسم باشه که هر چیزی رو توش نگم که بعدا نمیدونیم میگم چه اتفاقی برای این اپیزودا میفته و کیا گوش میدن، اینه که باید نگه داریم تا یه حد. و بعضیا فکر میکنن پدیده خاصی هستن. خب و خب بذار نشون بده طرف که آقا ظرفیت پس 80 تا محبت رو نداری، ظرفیت 80 تا کمک رو نداری، ظرفیت 80 تا عشق رو نداری. خب آقا لیاقت ندارن بعضیا واقعا. خب این داستان نیست. خود ما هم اگر برگردیم توی مسیری که اومدیم میبینیم بعضی جا ظرفیتشو نداشتیم ها. بعضی جا ظرفیت یه سری پوزیشن های کاری رو نداشتیم، بعضی جا ظرفیت حضور یه سری آدما رو نداشتیم. من فقط هم دارم از این سایدش میگم و دوستان مشاوره روانشناسی اینجا با هم نداریم، گفتم بارها داریم گپ میزنیم مثل 2 تا رفیق. میگم 2 تا چون دوست دارم حس کنی که الان روبروی هم نشستیم و داریم با هم حرف میزنیم، فارغ از اینکه یه تیم بزرگیم که داریم گوش میدیم هم دیگه رو. خب و وقتی که اینجوریه داستان، تو میتونی خب به این باور برسی که آقا نه بوده آدمی که اونم به من داده 80 تا محبت و من ظرفیتشو نداشتم اون موقع. از این جنبه فقط اینکه حالا یکی بوده 2 تا بوده نخوردیم به هم نیومدیم به هم و من کار ندارم، اون یه سری فاکتور دیگه است. ولی این که سر محبت، انتقال محبت، علاقه رو نشون دادن، طرف بوکس و باد کرده، آب روغن قاطی کرده، خدا رو شکر کنید. چون واقعا هیچی بهتر از این نیست که آدم یک نفری روبروش قرار بگیره که بدون توقع و بدون بی پرده و بدون هیچ حاشیه‌ای و بدون ترس تو بتونی تمام تو ابراز بکنی. اگه برای طرف توماچه اوکی دان، یکی رو میخوام که این براش توماچ نباشه این داستان. و حالا یه سری چیز سایدم وجود داره ها، یعنی من اینو میگم که بعدا متخصصینش اومدن شنیدن نگن ما بی سوادی. یه سری داستان ساید کنارش وجود داره این ماجرا که شما قدم به قدم وارد این داستان بشید توی مرحله شناخت. خب معلومه شما مثلا اون روز اول میشینی یکی میگی نمیگی وای قربونت برم تو اصلا چقدر چیز خوبی، از کجا بودی تو، فرشته رو آسمون بودی فلان بودی. نه ولی دفعه 4 به نظر من میشه این کارو کرد، دفعه 3 میشه این کارو کرد. چون اگه آدم همچین حسی میکنه با یه نفری، چون چقدر سانسور کردن صبح تا شب، جامعه مجبور میکنه آدم خودش رو سانسور بکنه به طرق مختلف. مجبوری شما سانسور بکنی وگرنه به اشتباه قضاوت میشی. من الان رویه‌ای که خودم دارم که میرم یه جایی باید بتره کنم اون فضا رو، خب الان تو آلمانش حتی من مجبور شدم خیلی جاها خودمو نگه دارم، خودمو جمع بکنم که چی؟ که آقا میری اونجا طرف اول بهش نشون بدم که آقا جون من توی این زمینه ایکس و ایگرگ که الان اینجا نشستم میخورم شما رو و آدم فانی هم هستم.
نه اینکه او آدم فانیا بخنده، اون خنده نداره. برای همین یه جایی که مرز به وجود میاد، یعنی وقتی داریم این محبت و عشق و علاقه و همه اینا رو ارائه میدیم یه جا مرز به وجود میاد. حالا من اومدم عاطفیش کردم یه ذره ملموس‌تر باشه داستان، ولی اصل قضیه اینه که توی داستان کاری این قضیه بیشتر نمود داره. یعنی شما با رئیست کار کردن، با زیر دستت کار کردن یا با همکارت کار کردن، دقیقا این موضوع توقع نداشتن نمود داره. بی توقع شروع میکنی به طرف راهنمایی میدی، بی توقع کمک میکنی، بی توقع مهربونی، بی توقع به همکارت داری عشق میدی از یه جنس دیگه. تا کجا؟ تا جایی که طرف شما رو با اون داستان اون کلاغه استاد قارپوز اشتباه نگیره. خب تا جایی که شما رو با اون شخصیت اون پرنده اسکل اشتباه نگیرن، تا اونجا مرزه دادن بدون توقعه. چرا؟ چون اول بحث اومدم تشبیه کردم به چی این ماجرا رو؟ به 2 باتری. گفتم باتری A باتری B. خب چرا؟ چون باتریه در نهایت باتری بخواد کار کنه یه آزمایشی داشتیم تو حرفه و فن چیا من یادم میاد وسط این لایوا، یه آزمایشی داشتیم تو حرفه و فن که یادتون باشه باتری رو دوتا رو میذاشتیم دو سر یه دونه یه تیکه چوبی بود نمیدونم چی بود، بعد این دوتا رو با یه سیم به هم وصل میکردیم که مثلا نشون بدیم که آره این چه اتفاقی میفته، بعد لامپه رو مثلا روشن می‌کرد و جریان بودی از این ور میومد میرفت از اون ور میومد برمیگشت. حالا تو فکر لامپه نباشه، این باتری‌ها بخوان استیبل بمونن اینا سر و تهشون باید من وصل شه دیگه. یعنی این داره مثبت رو میده، این خالی میشه اگه اون منفی رو نده که خنثی بشه. حالا مثبت من نیومدم مثبت منفی کنم که اینو بتونیم بفهمیم. تو عشقو بدی، تو بالاخره بدی از اون بر نیاد خالی میشی دیگه، خالی میشی از اون محبته، خالی میشی از اون خواستنه. برای همینه که دوستان اکثرا شما میبینید، حالا من اون بحثایی که یه مقداری توش در واقع جلو رفته بودیم و مطالعه داشته بودیم و داشتم قبلا رو توی اپیزود اول گفتم دیگه، هی تو هر اپیزود تکرار نمیکنم، ولی این داستان واقعا هست که این مثاله هست. یه بار دیگه براتون زدم دوباره میگم که طرف میگه که مثلا 2 نفر با همن، این مثاله دقیقاً ربط داره به همینجا. 2 نفر فکر کن شما با همن، بعد یکیشون از قرمه سبزی بعدش میاد، مثلا آقای از قرمه سبزی بعدش میاد، خانومه عاشق قرمه سبزیه، خانومه به خاطر آقای 10 سال قرمه سبزی درست نمیکنه. خب بعد که میره جلو میبینه تو بخشای دیگه این چیزایی که میخواد و از اون طرف نمیگیره. یه روز پا میشه تو آینه، حالا این مثال، منظور بخشای مختلف اون ارتباطه، شما با قرمه سبزی اینو در نظر بگیر. یه روز پا میشه جلو آینه میگه که این که من نیستم، منی که منم عاشق قرمه سبزی بودم و هفته 2 بار باید میخوردم و چی شد که الان 10 ساله نخوردم. حالا میدونی چه اتفاقی میفته؟ از اونجا به بعد شروع میکنه صبح تا شب به طرف قرمه سبزی میده، میگه همینه که هست. 10 سال من وایسادم. چرا؟ چون اون بلنس جلو نرفته ماجرا. پس میگم مثل اون پرنده اسکل نمیخوایم بحث بکنیم. اگه میگیم آدم بده مهربونی و عشق و کمک و راهنمایی و همراهی و باز اینم مرز داره. من صحبتم تو شروع ماجراست، من صحبتم تو سیاست گذاشتن برای اینجور قصه هاست. آقا آدم دوست داره با یه آدمایی رفت آمد کنه، اصلا دوست که تو راحت بتونی از طرف تعریف کنی، نه اینکه 2 دفعه ازش تعریف کردی سرش گیج بره. حالا 2 دفعه تعریف کردی، 4 دفعه تعریف کردی، اوکی در نهایت چی؟ بالاخره نه اینکه اون نیاد تعریف کنه، 2 دفعه باید فروتنی ببینی ازش دیگه، وگرنه چی؟ منبع ارائه تعریفت خشک میشه، منبع ارائه مهربونی برای اون آدم خشک میشه. بی توقع بودن هم مرز داره و زمان داره. تا یه جایی آدم میتونه بی توقع بمونه نسبت به آدم ها، تا اون وقت اینجاست که شما میشی یه آدم عاقل مهربان، نه یه آدم با سیاست مهربان. میشی یه آدم مهربان با استراتژی، به جای که بگیم با سیاست. متفاوته به نظر من. سیاست عملیه، استراتژی فکریه، بیشتر تو لایه پلنینگه. خب
چرا؟ چون بحث این نیست که حالا محبت کنیم خب آقا من الان 2 هفته است دارم محبت میکنم دیگه. خب نه دیگه، معلوم میشه. ولی دیگه مثلا اینجوری انقدر سریع هم که نه. مثل اینکه تو بگی آقا من 2 دفعه بردمش سینما دیگه، اون من نبرد سینما که. خب بابا 6 ماه 3 ماه 4 ماه جلو شاید برد تو رو تئاتر. مثال ها رو دوستان بیایید و همانندسازی کنید با کلماتی که دارم میگم. یعنی اینقدر ساده از کنار این مثال ها نگذریم. من تمام تلاشم اینه که تمام چیزایی که تو ذهنم میگذره و تجربه خودم یا دوستان خودم بوده یا توی روز یه اتفاقی میفته، با یه نفر حرف میزنم من. خب با یه نفر حرف میزنم، یه کلمه میاد تو ذهنم، پیرامون اون کلمه بخوام یه موضوعی رو بسازم با هم دیگه گپ بزنیم 2 نفری، باز میگم چون دوست دارم احساس کنی کنار هم نشستیم. خب باید 4 تا مثال اینجوری بزنم دیگه که قضیه روشن‌تر بشه. این به معنای دام داون کردنش نیست، یعنی به قولی گفتنی به معنای ساده سازیش در حدی که هر کسی بفهمد نیست. به معنای ساده سازیش برای درک بهترشه تو موضوعاتی که هر کدوممون تو زندگیمون باهاشون برخورد داریم میکنیم الان. و اینجاست که لازمه که آدم اون مرزه رو بدونه. زمانش کیه منم نمیدونم. زمانش نسبت به موضوعات مختلف، نسبت به آدم‌های مختلفی که باشون در ارتباط قرار میگیریم متفاوته. یا آدم واقعا شما باید توی مثلا ماه اول از طرف یه همکار هستن، شما فرض کن از طرف توقع داشته باشی که ادمایر کنه، تو رو اپریشیشن نشون بده، بیاد سپاسگزاریش رو یه جوری نشون بده، بیاد بگه دمت گرما. به طرف مثلا من کمکم اینجا بره ارائهش رو بده، رفت ارائهش رو داد، گفتم آقا خبر بده ارائه چی شد، رفت تا ارائه بعدیش اومد نشست و گفتش که این ارائه رو کمک میکنی. خب دفعه قبلش من مثلا میخواستم بخوابم و نیم ساعت بیشتر بیدار موندم که کمکش کنم. این دفعه گفتم نه شرمنده، من نمیتونم، میخوام بخوابم الان. گفت من فردا. گفتم شرمنده دیگه، خواب الان اولویته. شما تو 6 ماه رفتی اومدی، فقط نگفتی آقا چی شد. من نگفتم از من تشکر کن، نگفتی چی شد. پس مرز داره، معلومه که مرز داره. مگه داریم چیکار میکنیم؟ معلومه که مرز داره. مگه روح پاک خودمون رو اگه داریم سعی میکنیم بسازیم، مگه از سر راه آوردیم؟ مگه 4 تا چیز مثبت که سعی میکنیم توی قلب خودمون بذاریم یا اگه هست تو پرورش بدیم، مگه از سر راه اومده که به هر کسی بدیش بی امان؟ اون بی رو، اون باتری بی تو باید درست انتخاب کنی. منم الان اینجا 8 تا همکار فقط توی دانشگاه دارم، 8 تا همکار فقط تو دانشگاه دارم، فقط 3 تاشون شایسته این مدل برخورد و رفتارن. فقط 3 تاشون. یعنی من جمله از دهنم در نیامده برای اینکه تعریفی بکنم از طرف با خنده و اصلا آب شده و آقا مرسی دمت گرم فلان، یا اگه صحبتی کردم باش جدی گرفته نشسته. همکار دارم اینجا من فقط با کله سلام تموم شد، چون مهربونیمو کردم و ذات طرفم شناختم. خدا نگهدار. فقط یه کله تو میگیری از ایمان برات وکیلی، فقط یه سر بالا پایین میشه برات، تموم. سوال داری؟ نمیدونم. سوال از من بپرسی مستقیم، اگه بدونم جواب تو میدم، دیگه موتیویتت نمیکنم. اینه فرقش. یعنی من دارم این موارد رو میگم که شما ببینید حتی این داستانم لایه‌بندی داره. خیلی باحال شد این موضوع. من فکر کنم موضوعیه که خیلی جا داره بیشتر راجبش صحبت بکنیم تو اپیزودهای بعدی، به شرطی که بیاید و نظراتتون رو بنویسید. ببین نه اینکه اگه نذارید من این اپیزودو نمیرم، یعنی جا داره که بیشتر روی این کار بکنیم. اگه شما نظر بنویسید برام یا حس و حال خودتون رو بنویسید برام، من بیشتر میتونم جهتی رو بدم که به صحبت ها که بیشتر حال کنیم با هم دیگه. گفتم شما فکر کن 2 نفری نشستیم الان، این تو فکر کن تو کافه با هم نشستیم، این گپ رو با هم زدیم، بعدش هیچی نمیگی، همینجوری در افق محو میشی میرید چای تو میخوری؟ نه دیگه، بعدش تو شروع میکنی 2 دقیقه حرف زدن، 10 دقیقه حرف زدن. خب به جاش میتونیم بنویسیم و کنار هم لذت ببریم. خیلی حال داد به من، خیلی حس خوبی گرفتم از شما و واقعا میگیرم، میدونم باورتون نمیشه ولی من
میگیرم. مرسی از آیلین، مهسا، آرزو، مجید، آرمیتا، مرزاد، سحر، مائده، دورنا، سعیده، اچ بی، امیر که امشب با من بودن. اسماتون رو برید تو تلگرامتون بنویسید اگه اوکی هستین که من اینجا بگم دیگه، یادمون نره کیا با همون بودن از این موقع ها. 40مین اپیزودمون هم به پایان رسید. یه دست به افتخار خودتون بزنید در منزل اگر حتی 20 اپیزود از اپیزودهای منو تا امروز شنیدین و دمتون گرم. من این اپیزودا رو برای عادت سازی شروع کردم، امیدوارم که حداقل شما سعی بکنید شنیدنشون رو برای خودتون یه عادت بکنید. فکر کنید حالا هر روز با هم دیگه میریم سر کاری، جایی یه نیم ساعت پازه بین روزمون و اون بریکی که بین روزمون داریم رو با هم دیگه میریم یه کافه و ایمان براتون یه نیم ساعت گپ میزنه. آره، خیلی خوش گذشت. شب خوبی باشه براتون و تا فردا و یه اپیزود دیگه. خدا نگهدارتون.